تاکپروری یکی از ساحه‌های اساسی کشاورزی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته تاریخ هزار ساله را در بر میگیرد. رشد ساحه امکانیت فراهم می‌آورد که نه تنها بازار داخلی با محصولات تر و تازه تامین بلکه صادرات آن به راه مانده شود. سال روان تاکپروران ولایت برای به دست آوردن حاصل خوب از اصول‌های معاصر استفاده نمودند. مسئله طلبات اگرتکنیکی پرورشی تاک بود که حاصلناکی نسبت به سال‌های قبلی زیاد گردد. تاکزاری مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت 14.5 گکتار را در بر میگیرد. از آن 11.8 گکتارش را نمودی وایش یعنی به طور خوازوی 270 گکتار را نمودی عنعنوی تشکیل می‌دهد. عبدالغفور سیدوف سالیانی زیاد است با تاکپروری شغل دارد. تاکزاره که در اختیار دارد نمودهای گوناگون انگور در آن رویانده می شود. او هنوز از دوران جوانی به این ساحه کشاورزی میل و رغبت داشته این کسب را از پدر آموخته است. او گفت که از دوران قدیم در هر یک خانه تاجیک تاک پرورش کرده می شد. امروز نیز این عنعنه ادامه دارد. با به دست آمدن صاحب استقلالی تاک پروری نیز رشد یافت. مساحت تاکزاران افزون گردیده به این ساحه توجه بیشتر روانه گردید. برابری پرورش نوهای محلی خوش‌طعم و شیرین اکنون نوهای دیگر نیز با اقلیم ما مطابق گردانده شده حاصل زیاد به دست می آید. در هوا آزادانه می ایستد و کارکردش هم آسان و هر یک دسته انگور و پایان فرآورده مانیم اگر آزادانه ایستاده حاصلناکی نقش شد. بیخش هم نسبتا کلان شده یعنی غذای ندارد حاصل اساسا اینجا انگورهای حسینی، کدو حسینی، انگور شاهانه، حسینی سرخ و دیگر نوها در نتیجه 7-8 خیلی نمود انگور هست. دوره سرکشاورزی مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت تاکید نمود این زمان در همه منطقه‌های تاکپروری دوره قنوچینی حاصل جریان دارد. برابری تامین بازار در سردخانه‌های مؤسسه ذخیره محصولات به راه مانده شده است. این تدبیر امکانیت می‌دهد که در فصل سرما نیز مردم با محصولات استحصالی خودی تامین گردند. نسبت سال گذشته امسال حاصل خیلی خوب می باشد چون که سال گذشته صفت انگور نسبت سال امسال خوب نبود. امسال صفتش هم خوبتر می باشد. بریدن خوب، کارکرد کیمیاوی، کارکرد شیمیایی میگذرانیم و دادن پاروها، آذوقه‌های مینرالی و ارگانیکی می باشد. تاکپروران‌های باغ ملی وحدت برای طلبات‌های اگروتکنیکی صفت انگور را بلند برداشته نه تنها به بازار داخلی را بلکه صادرات را و ذخیره انگور را به راه مانده ایستاده‌اند. در مملکت بیشتر از 190 نوع و نمود گوناگون محلی و زیاده از 30 نوع وارداتی انگور پرورش می شود. تاک رستنی بسیار ساله بوده. میوه آن نه تنها در نمودی تر و تازه بلکه در نمودی خشک کنیده شده و محصولات کارکردی صنعتی استفاده برده می شود که برای سلامتی انسان خیلی مفید می باشد.